این خانه در نزدیکی سرک دارالامان واقع است و گفته میشه که در اینجا شهروندان خارجی به ویژه برخی از شهروندان آلمان بود و باش داشتند. شب گذشته یک شهروند آلمانی با یک شهروند افغان در اینجا به گونی مرموز به قتل رسیدند و همچنان آنچه را که پلیس کابل میگه یک شهروند خارجی دیگه از این محل ناپدید است که پلیس بررسی ها را برای پیدا کردن سرنخ در مورد این رویداد آغاز کرده است. قضیه را بررسی کردیم که یک خانم آلمانی کشته شده همراه یک گارد که در دروازه بود و بی سلاح و یک نفر دیگه اختطاف شده. اختطاف شده هم خارجی است؟ اختطاف شده هم خارجی است. ما چند مراتب پلیس و ما اونجا رفته بودن سر همین خانه. اونا مثل مردم های عادی وارد زندگی میکردن. اونجا رفته بودن گفتن برایشان که ما امنیت شما را میگیریم، ضرورت است که باید ما شما را بفهمیم شما کی هستید، کجا هستید. و برایشان گفتن که ما شهروند خارجی هستیم از طریق وزارت اقتصاد اینجا آمده. اگر شما مشکلی داشته باشه برای با وزارت اقتصاد صحبت کنید. ما قطعا اجازه نمیدیم که اینجا پلیس بیا امنیت ما را بگیره یا مسئله شما داخل حریم باشه.